الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران دوستداران قرآن کریم. امیدوارم هر کجا که هستید هر لحظه و هر روز زندگیتان در تلاوت آیات کلام الله مجید و تفکر و تدبر در آن و عمل به آن بهتر و زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. همچنان در برنامه آموزش روحانی قرآن کریم با شما عزیزان هستیم و تلاوت سوره های پایانی کلام الله مجید و در برنامه این قسمت هم به همراه شما عزیزان سوره دیگر از سوره های پایانی کلام الله مجید رو مرور خواهیم کرد. سوره که شاید بسیار از شما عزیزان حفظ هستید و بارها شاید صدها بلکه شاید بیش از 1000 بار این سوره رو تلاوت کرده باشید، اما باز هم تجربه تلاوت از روی مصحف شریف متفاوت خواهد بود. سوره مبارکه قدر که درباره شب قدر صحبت میکنه همراه شما عزیزان و سروران در این برنامه مرور خواهد شد و این سوره رو از ابتدا کلمه به کلمه بلکه حرف به حرف به خوانش خواهیم گرفت و تلاوت خواهیم کرد به همراه شما عزیزان و سروران تا مطمئن بشیم از صحت تلاوتمون در این سوره مبارکه. سوره مبارکه قدر به همراه شما عزیزان مشاهده می‌کنیم تصویر آیات این سوره عظیم رو. سوره مبارکه قدر، سورة القدر، بالا به این شکل نوشته شده نامش و این سوره است که درباره شب قدر صحبت می‌کنه. اونگونه که از اسمش مشخص هست و اشاره داره که قرآن کریم در شب قدر نازل گشته است. شب قدری که بهتر از 1000 ماه است. عبادت در این شب بهتر از عبادت 1000 ماه است. در ابتدای تلاوت با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلاوت خودمون را آغاز می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این کسره هر وقت زیر حرفی قرار گرفت این علامت کسره است. زیر هر حرفی قرار گرفت صدای ا میگیره. این شیشه کوچک هم که گفتیم قبلا هم که نشان از همزه داره در عربی. هر وقت روی الف یا زیر الفی شیشه کوچک قرار گرفت مثل اینجا یا اینجا اگر کسره داشته باشه زیرش قرار میگیره. اگر فتحه و یا ضمه داشته باشه بالای الف قرار میگیره بهش میگن همزه. این نون تشدید داره و هر علامتی که هر حرفی که علامت تشدید روی اون بود ما آن حرف رو دو بار میخوانیم، یک بار به صورت ساکن به همراه ما قبلش و یک بار به تنهایی. علاوه بر این اینجا نون تشدید دار، نونی که تشدید داره فتحه داره و یک بار ما قبل که خوانده بشه میشه ان، یک بار با فتحش میشه نه، ان نه. اما چون بعد از فتحه الف اومده صدای آ میگیره. هر وقت به هرگاه که روی حرفی فتحه قرار گرفت و بعد آن الف اومد آن حرف با صدای آ خوانده میشه. و اگر آن حرف از 8 حرف صاد و تا ذا غین و قاف و خا و را بود، صاد و زاد و تا و ذا و غین و قاف و خا و را، وقتی فتحه میگیرن بعدشون الف میاد پر خوانده میشن، اما در غیر این حروف پر خوانده نمیشن حروف دیگر. اینجا نون از اون حروف نیست و پر نمیشه. نمیگیم انا، میگیم ان ان این نه. این علامت مد هست روی الف واو و یا قرار میگیره. الف و واو و یا و به این معناست که ما این حرف ها رو هر حرفی که این علامت روش قرار گرفت باید بیشتر از حد معمول کش بدیم. یعنی اینطور میشه این به این شکل کش میدیم. یک نکته دیگه هم درباره نون تشدیددار عزیزان مد نظرشون باشه که هر جا ما نون تشدیددار و میم تشدیددار دیدیم مقدار روش توقف میکنیم و صدا رو در بینی نگه میداریم. این
ان. نون اینجا ساکن هست، این نون ساکن است، این علامتی مثل این باید روش می بود که اینجا نوشته نشده و مخفی شده. عزیزانی که در درس‌های گذشته با ما بودن حتما می‌دانند چرا این نون ساکن اینجا مخفی شده است، اما باز هم سریع برگذر را یادآوری می‌کنیم که هر جا در مصحف شریف نون ساکن دیدید عزیزان این نکات رو دقت بکنید که نون ساکن و یا تنوین که همان نون ساکن هست به نحوی دیگر، هر وقت نون ساکن و یا تنوین دیدیم نگاه می‌کنیم بعدش چه حرفی است که یکی از 4 قانون احکام نون ساکن باید درش اجرا بشه. اگر بعد از نون ساکن حرف با قرار گرفت به جای نون میم تلفظ می‌کنیم. اینها همه به خاطر راحت‌تر تلفظ شدن نون ساکن هست. این قاعده رو ما بهش میگیم اقلاب یا قلب به میم. و اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از حروف ششگانه یا را، میم، لام، واو و نون قرار گرفت که سرهم نوشته بشه میشه یرملون، آن وقت نون ساکن و تنوین تبدیل میشه به حرف ما بعدش و این قاعده رو ما بهش میگیم ادغام. و اگر قاعده سوم بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از 6 حرفی که از هن قدا میشن، همزه و ها، عین و ها، غین و خا قرار گرفتن، نون ساکن و یا تنوین همان گونه‌ای که هست ظاهر میشه که ما به این قاعده میگیم اظهار، یعنی ظاهر کردن نون ساکن و یا تنوین. و قاعده چهارمی بود که هر وقت بعد از نون ساکن به قرار نگرفت، حرف یرملون نبود و حروف فرقی هم نبود، یعنی قاعده‌های دیگه اجرا نشد، اون موقع قاعده چهارمی اجرا میشه که بهش میگیم اخفا. نون ساکن رو مخفی میکنیم در بینی، یعنی تلفظش از بینی صورت میگیره. در حالت عادی نون ساکن از دهان ادا میشه، اما در حالت اخفا از بینی ادا میشه، صدای نون میفته در بینی، مقداری هم روش مکس میکنیم. اینو بهش میگیم اخفا یا مخفی شدن. در نسخه عثمان طه مصحفی که ما از روی اون برای شما عزیزان درس میدیم و با هم داریم تلاوت میکنیم، شیخ عثمان طه خطاط این نسخه هر جا که نون ساکن اخفا میشه خود علامت ساکن رو هم مخفی میکنه و نمینویسه. مثل اینجا در این مثال الان نون ساکن اینجا مخفی شده، یعنی ساکن وجود نداره، ساکنی ما نمیبینیم روی نون. مثل این لام باید یک ساکن اینجا می بود که این ساکن رو مخفی کرده شیخ عثمان طه ننوشته تا ما نشان بده که اینجا اخفا میشه. تلاوت این نون ساکن به این شکل میشه که میگیم ان از بینی ادا میشه و مقدار روش توقف میکنیم. ان زل فتحه میچسبه به لام چون لام ساکنه، نه فتحه بعدش الف. اینجا هم صدای نا میگیره، الف این الف کوچک بعد از فتحه قرار گرفته، فرقی نمیکنه که الف به این شکل باشه یا به این شکل بلند نوشته بشه. اینجا هم نون داشتیم بعدش روش فتحه بود بعدش الف اومد، اینجا نون داریم فتحه بعدش الف اومده، هر دو تا صدای نا میگیره و باریک خونده میشه هر دو تاشون. انزلناه إنا انزلناه. فکر کسره داره بعدش یا آمده صدای ای میگیره. فی هر وقت بعد از کسره حرف یا آمد اون کسره تبدیل میشه به ای. فی لی لا ت لی لا ت. این الف که علامت صاد کوچک روی اون هست بهش میگیم الف وصل. این صاد از کلمه وصل گرفته شده و همان گونه که از اسمش مشخصه در هنگام وصل ما قبلش به ما بعدش خودش در وصل میفته و خوانده نمیشه، اما اگر در ابتدای تلاوت قرار گرفت اون وقت خوانده میشه و حرکت میگیره، با توجه به حرف ما بعدش حرکت میگیره و خوانده میشه. لی لا تل قد ری. اینجا دال ساکن هست به همراه ما قبلش خوانده میشه، قاف فتحه قاف. درباره علامت ساکن روی حروف هم یک نکته دیگه بعد علاوه بر اینکه ساکن همیشه با حرف ما قبل خوانده میشه، یک نکته دیگه هم درباره حروفی که ساکن دارن باید مد نظرمون باشه و اون نکته این هست که ما در حرف ساکن باید این نکته مد نظرمون باشه در علامت ساکن روی حروف. اگر اون حرفی که علامت ساکن داره یکی از 5 حرف قاف، تا، با، جیم و دال که اگه سر هم نوشته بشه میشه قطب جد. این 5 حرف رو اگر به خاطر بسپارید کلمه قطب جد رو در ذهنتون میمونه. این 5 حرف وقتی علامت ساکن دارن مقداری در هنگام تلفظ در مخرج اینها یعنی در محل تلفظ اینها صدا میلرزه. مثلا در این مثال الان قد نمیگیم قد نه قد ر کسره داره ولی چون در آخر
آیه قرار گرفته. ما هر جا که بخوایم توقف بکنیم در آخر آیات باید حرف آخر رو ساکن بخوانیم. اینجا ساکن میشه، این هم ساکنه، این هم ساکن. چطور باید ساکن دو تا ساکن رو تلفظ بکنیم؟ مقداری صدای ر، یک رایحه‌ای از ر شنیده میشه. قدر، قدر، لیلت القدر، قدر. ر رو فقط یک باریکه‌ای از صدا در پایان صدا شنیده میشه. لیلت القدر، قدر. و ما میم فتحه بعدش الف آمده، صدای آ میگیره، پر هم نمیشه، مد هم میشه. یعنی به اندازه بستن 3 انگشت در حالت عادی مد رو میکشیم، به اندازه بستن 3 انگشت در حالت عادی. و ما اد را فتحه بعدش الف، صدای را صدای آ میگیره، ر صدای آ میگیره، فتحه داره، بعدش الف آمده. و را از آن 8 حرفی است که پر خوانده میشد: صاد و ضاد، تا و ظا، غین و قاف و خا و را. این رو پر میخوانیم. و ما ادراک، ادرا، نمیگیم ادرک، ادرک نه، ادراک. و ما ادراک ما، میم فتحه بعدش حرف پر نمیشه، صدای آ میگیره اما پر نمیشه. ما لی، لا، تل، اینجا هم الف وصل میفته در وصل ما بعد موقع. لیلة القدر. و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر، لیلة القدر خیر. اینجا تنوین داریم، دو تا ضمه با هم یا دو تا کسره با هم یا دو تا فتحه با هم میشه میگیم علامت تنوین. در اصل یک ر بوده که ضمه داشته، خیرو. یک نون ساکن اینجا بوده که ما حذفش کردیم، یک ضمه اضافی گذاشتیم کنار این ضمه تا دلالت بکنه بر حذف آن نون ساکن. به همین خاطر وقتی تنوین رو میخونیم ما همیشه صدای نون ساکن باید باشه، خیرون. اما بعد از نون ساکن اینجا چی آمده؟ میم آمده. میم از حروف یرملون هست، ادغام میشه، یعنی به جای نون ساکن باید میم تلفظ کنیم، میگیم خیرم، خیرم، رم. به همین خاطر میم اینجا تشدید گرفته، چون به جای نون ساکن یک میم باید تلفظ بکنیم. ما اینجا دیگه این ضمه دوم اصلا فکر میکنیم نیست، ر رو میچسبونیم به میم. خیرم. میم وقتی تشدید داره مثل نون تشدید دار که در مثال بالا گفتیم در انا، مقداری میم تشدید دار و نون تشدید دار مقداری در هنگام تلفظشون صدا در بینی نگه داشته میشه. خیرم من. نون ساکن اینجا دقت کنیم علامت ساکنش ظاهر هست. چرا؟ اینجا علامت ساکنش مخفی بود اما اینجا علامت ساکنش ظاهر هست، چون بعدش حرف حلق آمده. حرف حلق آمده، نون اینجا اظهار میشه، یعنی از مخرج خودش ادا میشه. برخلاف مثال پایین اینجا که نون اینجا میبینیم که علامت ساکنش مخفی شده، باز اینجا ببینید نون ساکن اینجا علامت ظاهر است. در مثال پایین، در خط پایین اینجا نون ساکن علامتش نوشته نشده. چرا؟ چون اینجا مخفی میشه، اخفا میشه، در اصل بعدش کاف اومده اخفا میشه. اما چون اینجا بعدش الف اومده ظاهر میشه، شیخ عثمان دوام ساکنش رو علامت ساکن رو ظاهر کرده، اینجا علامت ساکن رو مخفی کرده. اینجا میشه من. جایی که اظهار میشه ما توقف نمی کنیم، سریع رد میشیم. خیر من الف شهر، شهر. ر رو یک مقداری شهر، شهر، یک صدایی از ر در آخر شنیده میشه. شهر رن بوده، شهرن هست. اینجا تنوین رن داره. در آخر آیات همیشه تنوین هم به جز تنوین ان، اگر تنوین ان بود صدا با الف خوانده میشه که الفش نوشته میشه همیشه. در غیر از تنوین ان هر حرف دیگری تمام علامتاش میافته. تنوین ان اگر بود، تنوین ان دو تا فتحه تبدیل میشه به الف در هنگام توقف. شهرن اگر بخوایم ادامه بدیم تنوین خوانده میشه، چون برشته آمده اخفا هم میشه و میشه شهرن تنزل، تنزل. ز یک بار با نون خوانده میشه، یک بار با فتحه خودش، ز، تنزل. الف خوانده نمیشه، لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که ضمه است، میچسبه به لام. تنزل الم، فتحه بعدش الف صدای آ میگیره، این فتحه روی لام، بعدش الف لام صدای آ میگیره، مد هم میشه چون مد روی الف است. ملا، پر هم نمیشه. تنزل الملائکة ور، واو میچسبه به را چون الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. این لام هم هیچ علامتی نداره، خوانده نمیشه. لام، واو، الف و یا، 4 حرف، واو و الف و لام و یا.
واو و الف و لام و یا رو دقت کنید عزیزان. هر وقت واو و الف و لام و یا، فقط همین 4 حرف، واو، الف، لام و یا، هیچ علامتی نداشتن خوانده نمیشن. لام از اون حروف هست، اینجا خوانده نمیشه. واو میچسبه به را. چرا؟ ر تشدید داره، نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل که فتحه واو هست. ور، رو، ر ضمه داره، بعدش هم واو اومده، صدای او میگیره، میشه رو، نمیشه رو، میشه رو چون واو بعدش اومده. ور روح تنزل الملائکة والروح فیها. فیها ها پر نمیشه چون از حروف مستعلیه یا حروفی که پر بشن نیست. فیها. بریم سراغ خط بند. به اذن ربهم. ربه یک بار به همراه را خوانده میشه. ربهم. به اذن ربهم. روی میم مقداری توقف میکنیم چون تشدید داره. به اذن ربهم. اینجا الان صدا از بینی داره خارج میشه، دقت کنید. به اذن ربهم. من نون اینجا مخفی میشه، اخفا میشه، به همین خاطر علامت ساکنش مخفی است. قبلا اشاره کردم اینجا ظاهر شد، اینجا مخفی شد، چون اینجا اظهار میشد بعدش حرف فرق آمده، اینجا مخفی میشه چون اخفا میشه، بعدش حرف فرق نیست، در منون هم نیست، با هم نیست، کاف. من صدا از بینی ادا میشه، مقدار روش وقت صدا رو در بینی نگه میداریم. من کل امر. امر ر اینجا ساکن میشه. امر فقط یک باریکه از صدای ر بعد از میم ساکن شنیده میشه. امر. امر. سلام فتح بعدش الف، صدای آ اما پر نمیشه. من. تنوین اینجا بعدش هی دو چشم آمده که از حروف حلقی است و اظهار میشه. اینجا تنوین اون. تنوین اون دو تا ضمه با هم، هر جا که به این شکل نوشته شد اونجا اظهار میشه. هر جا که به این شکل نوشته شد اظهار میشه در مصحف عثمان تا. سلام هی حتی ت یک بار به همراه هی خوانده میشه. حتی فتح بعدش الف، صدای آ باریک هم خونده میشه. حتی ما تا از اون حروفی است که وقتی ساکن هستن مقداری در تلفظشون میلرزه. مط نمیگیم مط لا عل این میچسبه به لام. مط لا عل فج. جیم هم از اون حروفی است که مقداری در هنگام تلفظ میلرزه، هم تا هم جیم. فج نمیگیم فج فجر. حتی مطلع الفجر. یک بار دیگه این سوره رو از ابتدا بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. این سوره مبارکه قدر بود که به همراه شما عزیزان تلاوت کردیم. میریم به سراغ سوره مبارکه علق یا سوره مبارکه اقرأ. اولین سوره‌ای که بر رسول الله علیه السلام نازل شد، 5 آیه اولش و اولین آیاتی که از قرآن کریم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار حرا نازل شد. 5 آیه اول این سوره مبارکه، سوره علق یا سوره اقرأ. سوره مبارکه علق رو با هم می‌بینیم. سوره العلق. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ. الان الف وصل اینجا که در سوره قدر درباره صحبت کردیم، گفتیم در وصل در هنگامی که وسط قرار بگیره خوانده نمیشه، اما در ابتدا که قرار بگیره خوانده میشه. الان اینجا ابتداست. الف وصل وقتی در ابتدا قرار میگیره چیکار باید بکنیم؟ باید بهش حرکت بدیم. میتونیم بسم الله الرحمن الرحیم رو بچسبونیم. بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ به این شکل. اینجا دیگه الف وصل خوانده نمیشه. اما اگه بخوام از همینجا شروع بکنیم باید الف رو علامت بهش حرکت بدیم. چه حرکتی؟ چون قاف ساکن نیاز به حرکت ما قبل داره.
الف وصل هر وقت عزیزان دیدید، دقت بکنید من یه قاعده مختصر میگم تا الف وصل هر وقت در ابتدا بود به راحتی بتونید بخونید. هر جا الف وصل در ابتدای آیه قرار گرفت خواستیم بخوانیم، چون علامت نداره، نیاز به علامت داره، نیاز به حرکت داره، ببخشید نیاز به حرکت داره، باید بهش حرکت بدیم. چطور حرکت بهش بدیم؟ چه حرکتی بهش بدیم؟ یا فتحه یا کسری یا ضمه، یکی از این سه تا رو باید بهش بدیم. چه موقع فتحه بهش میدیم؟ نگاه میکنیم بعد از الف وصل اگر لام آمده بود، حرف لام، این لام چه خوانده بشه خودش یا خوانده نشه مهم نیست، هر وقت بعد از الف وصل حرف لام بود، اون الف وصل همیشه فتحه میگیره، چه لام خوانده بشه چه نشه. این یک. در غیر این حالت فتحه نمیگیره. پس فتحه وقتی میگیره که بعد از الف وصل لام باشه فقط. خب کسره و ضمه رو چطور بهش میدیم؟ بعد از الف وصل وقتی لام نبود دیگه یا کسره میگیره یا ضمه میگیره. خب بعد از الف وصل وقتی لام نبود چه کار بکنیم؟ چطور بگیم بهش کسره بدیم یا ضمه؟ از کجا بفهمیم کسره میگیره یا ضمه؟ نگاه میکنیم به اولین حرکت بعدیش. اولین حرکت، دقت کنید، اولین حرف نه. اول نگاه میکنیم اولین حرف چیه؟ وقتی لام بود بهش فتحه میدادیم. وقتی که لام نبود دیگه اولین حرکت رو نگاه میکنیم، یعنی اولین فتحه، کسره و ضمه که بعد از الف وصل میاد، فتحه است اول بعدش یا کسره است یا ضمه. از این سه تا اول کدوم یکی اومده؟ کدوم یکی در ابتدا قرار گرفته؟ یا فتحه است یا کسره یا ضمه. ساکن رو نگاه نمیکنیم چون حرف بعدش که ساکن طبیعتا بعد از ساکن حرکتی است، یا فتحه است یا کسره یا ضمه. اگه کسره بود بهش کسره میدیم، اگر ضمه بود بهش ضمه میدیم، اگر فتحه بود چی؟ بهش فتحه نمیدیم، بهش کسره میدیم. چرا؟ چون گفتیم فتحه فقط مال وقتی است که بعد از الف وصل لام بیاد. پس خلاصه صحبت، وقتی الف وصل در ابتدا قرار گرفت خواستیم بخوانیم نگاه میکنیم بعدش چیه. اگر لام بود بهش فتحه میدیم، لام نبود فتحه نمیگیره، یا کسره یا ضمه. اگه بعدش لام نبود نگاه میکنیم به اولین حرکت بعدش، یعنی فتحه، کسره یا ضمه. اگه کسره بود بعدش بهش کسره میدیم، ضمه بود بهش ضمه میدیم. اگه فتحه بود و لام هم نیست بعدش دیگه بهش فتحه نمیدیم، کسره میدیم. مثال رو ببینیم. اینجا ما بعد از الف وصل الف نداریم، لام نداریم، بعد از الف وصل لام نداریم، پس الف وصل فتحه نمیگیره. چی میگیره؟ نگاه میکنیم اولین حرکت چیه؟ اینکه ساکن حرکتی نیست، اولین حرکت فتحه است، بهش فتحه نمیدیم. چرا؟ چون گفتیم فتحه وقتی است که بعد از الف لام بیاد، بهش کسره میدیم. به همین خاطر میگیم اقرا، اقرا، اقرا. اینجا کسره میگیره. چرا؟ چون بعد از الف وصل لام نیست، اولین حرکت فتحه است. گفتیم هر وقت اولین حرکت فتحه یا کسره بود بهش کسره میدیم، اگه ضمه بود بهش ضمه میدیم، وقتی که بعدش الف لام نباشه. اقرا، قاف هم مقداری قلقله میشه. اقرا بسم ربک الذی، اینجا الف میفته در هنگام وصل. اقرا بسم ربک الذی خلق، قاف اینجا در هنگام توقف ساکن میشه و مقداری مخرجش میلرزه. خلق اینجا نون مخفی شده ساکنش اخفا میشه. خلق الانسان من علق، اینجا نون ساکن ظاهر شده چون بعدش حرف فرقی است اظهار میشه. خلق الانسان من علق، قاف ساکن میشه تنوینش میفته در هنگام توقف. اقرا دوباره مثل اونجا. اگر اینجا بخوایم بچسبونیم این دوتا رو به هم، اگه دام بدیم، اینجا علقن هست ساکنه، این هم ساکنه. دو تا ساکن وقتی پشت سر هم قرار میگیره میخوایم بخونیم، ساکن اول رو حرکت کسره میدیم. علقن اقرا، علقن اقرا، اما نیازی نیست میتونیم اینجا توقف کنیم علق، اما اینجا میشه اقرا. اقرا و ربک الاکرم، اکرم الذی، اینجا الف وصل در ابتدا آمد. فرقش با اینجا چیه؟ اینجا بعدش لام نبود، اینجا بعدش لامه. گفتیم الف وصل هر وقت بعدش لام بود صدای چی میگیره؟ فتحه میگیره. اینجا بهش فتحه میدیم. الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم، علم الانسان، علم الانسان ما لم يعلم، ما لم يعلم. کلا، کلا فتحه بعدش حرف صدای آ میگیره پر نمیشه. کلا مد هم میشه. کلا ان الانسان لا یطغی، یطغی. غین بعدش الف
و مد هم میشه، صدای آ میگیره، پر میشه. غیر از اون حروفی است که پر خوانده میشه. لیطغا نون بعدش را آمده، تبدیل میشه به حرف بابد. نون از حروف بعدش را هست، را از حروف یرملون، نون تبدیل میشه به را. به جای نون ساکن ر ساکن تلفظ میکنیم که تشدید ایجاد شده، به خاطر همین یک ر نون ساکن بوده که ر ساکن شده، یک بارم فتحه خودش. نون رو اصلا اینجا در نظر نمیگیریم، الف میچسبه به را. را فتحه بعدش الف صدای آ. رآه میچسبه به سین. رآه استغنى، رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى، إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى، نون ساکن بعدش حرف فرقی ظاهر میشه، ساکنش هم به همین خاطر اینجا ظاهر شده. أرأيت الذي ينهى حتی بعدش حرف صدای آ میگیره اما پر نمیشه. این یا خوانده نمیشه، حرف فقط خوانده میشه. به مقداری در مخرج می‌لرزه. دن تنوین بعدش چی اومده؟ در خط بعد بریم خط بعد همزه آمده، به همین خاطر عبدن اینجا اظهار میشه. عبدن اذا صلى. این مد وقتی هست که بخوایم ادامه بدیم، چون ادامه نمیدیم در آخر وقف که بکنیم علامت مد هم دیگه خونده نمیشه. اذا صلى. ارأیت این نون علامت ساکنش مخفی چون اخفا میشه. این کان علل فتحه لام میچسبه به این لام، یا و الف اینجا خوانده نمیشه. علل هدى، این مد هم در هنگام توقف میفته. اگه نام بدیم مد میشه، یعنی اگه بخوایم متصل بخونیم به دو آیه رو به هم. او امر بیت، به میچسبه به تا، الف در هنگام بس خوانده میشه، لام علامتی نداره، تا آخرین حرکت ما قبلش بهش کمک میکنه به کسره به بتقو، قاف در مخرجش مقدار میلرزه. بتقو و فتح بعدش الف، این یا خوانده نمیشه الف خوانده میشه. این مد هم در آخر آیه به خاطر اینکه توقف میکنه میفته، فتح بعدش الف صدای آ میگیره و پر هم نمیشه. او امر بالتقوى. بریم سراغ صفحه بعدی. این آیات بالاییش هست، ببخشید. بله. ارائیت اینجا علامت ساکن نون مخفی شده چون اخفا میشه. ارائیت این کذب و تولا فتح بعدش الف صدای آ پر هم نمیشه. تولا. الم یعلم بان الله یرا، لفظ جلاله اینجا چون بعدش ما قبلش فتحه است پر میشه. هر وقت لفظ جلاله قبلش فتحه یا ضمه آمد پر میشه. الم یعلم بان الله یرا، فتحه را بعدش الف پر خوانده میشه را. یرا بان الله یرا. کلا لئل، نون بعدش حرف لام از یرملونه تبدیل میشه به حرف ما بعدش. لئل نون میچسبه به لام، نون ساکن میشه در اصل کلا انگار اینجا نون وجود نداره، همزه رو میچسبونیم به لام. لئل لم نون ساکنش مخفی شده چون اخفا میشه. ینتهی. کلا لئن لم ینتهی لنسفعا، اینجا تنوین بوده، تنوین ان بعدش ب آمده، اولین قاعده جا اجرا میشه، قاعده اقلام، به جای نون میم تلفظ میکنیم. لنسفعا بن، به میچسبه به نون الف خوانده نمیشه، لام هم همینطور. بن ناصیه، تی دو نقطه وقتی در آخر آیه قرار میگیره توقف بکنیم روش هم حرکتش میفته هم نقطه‌اش تبدیل میشه به ه. بن ناصیه. ناصیت اینجا اخفا میشه، کسر تنوین ان بعدش کاف آمده. ناصیت کاذبت اینجا اظهار میشه. ببینید وقتی که اظهار میشه شیخ عثمان طاها تنوین ان رو اینجوری مرتب رو هم میگذاره دو تا کسر رو، اما وقتی که اخفا میشه با کمی با تفاوت با فاصله میگذاره. اینجا اخفا میشه چون بعدش کاف است، اینجا اظهار میشه چون بعدش خا است، حرف حلقی است.
ناصية كاذبة خاطئة. کاذبة خاطئة. نون رو ادا میکنیم سریع در وقتی که ظاهر است رد میشه. اینجا هم تنوین و دو نقطه ه در آخر میفته چون توقف کردیم و ه میمونه فقط. این ت هم دو نقطهش میفته در هنگام وقف هم تنوینش میشه. خا پر میشه، فتح بعدش الف پر خوانده میشه، از حروفی است که پر میشه. خاطئه. فلیدعو نادیه. نادیه کسر بعدش یا صدای ای میگیره. یه این ضمه هم میفته، واو هم میفته. نادیه به این خاطر میفته که وقف کردیم. خط آخر سند عز علمی چسب به زا. سند عز زبانیه دو نقطه و فتح رو تا میفتن ه میشه در هنگام وقف این ت. سند عز زبانیه کلا لا تطع لا تطعه واسجد واقترب. این هم از آیه آخر. این علامت خطی که اینجاست، این علامت شبیه حالا محراب یا سجاده بگیم. غالبا این گوشهش یک چیزی نوشته این طرف روی خارج از تصویر در کاد نوشته سجده. این علامتی که اینجاست به خاطر کلمه واسجد اینوش میگن سجده. این آیه بهش گفته میشه آیه سجده. ما در قرآن کریم مواردی میبینیم که به این شکل کلمه سجده در آیه هست، یک علامت اینجا، یک خطی هم روش میکشن، این گوشه مینویسن سجده. این به این معناست که وقتی که این آیه تلاوت میشه باید سجده کرد، چه در نماز چه خارج نماز. حتی در نماز وقتی خوانده میشه میبینیم که در نمازهای تراویح مثلا در حرمین به سجده میرن مستقیم یا در مساجد. اینو چیکار باید کرد؟ این آیه رو، این آیه وقتی خوانده میشه تلاوت میشه باید سجده کرد. حکم سجدهش دقیقاً مثل سجده نماز هست و روی به قبله با همون احکام دقیقاً نماز، با وضو، مکان پاک، روی به قبله، لباس تمیز، بدن تمیز. می نشینیم الله اکبر میگیم میریم سجده، می نشینیم الله اکبر میگیم میریم سجده، یک سجده میکنیم. حالا اذکاری هم هست که حالا همون اذکار سجده کافی است، به خیلی ساده است برای عزیزان. و سجده میکنیم بلند میشیم، دوباره الله اکبر میگیم بلند میشیم، یک سجده. نیاز نیست که ایستاده باشه طرف. روی به قبله میکنیم، باز مکان تمیز، روی به قبله، لباس تمیز، با تمام شرایط نماز دیگه، دقیقاً همون احکام نماز. فقط یک سجده هست، نیاز نیست که بیسته کسی بعد بره پایین، نه، همونجوری که نشسته رو به قبله سجده میکنیم. برای هر آیه یک سجده هست. در نماز هم یک سجده بیشتر نداره، نماز هم که باشه یک سجده تلاوت بیشتر. اینو بهش میگیم سجده تلاوت، سجده که به خاطر تلاوت هست. این رو عزیزانی که شنیدن ان شاءالله سجده میکنیم. من هم بعد از برنامه سجده رو انجام خواهم داد. این بود سوره مبارکه علق و سوره مبارکه قدر. امیدوارم که عزیزان در این دو تا سوره هم سوال هایی که داشتن رو پاسخ گرفته باشن. در برنامه بعد همچنان مسیرمون رو ادامه خواهیم داد. به همراه شما خوبان و سروران بیننده برنامه بعد هم باشید. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدارش. شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتايت أسلمت روحي للإله.